سه عجیبترین حادثه‌ای که با حضرت عزرائیل در وقت جان گرفتن رخ داده بود. خداوند به حضرت عزرائیل می‌فرماید: یا عزرائیل، هنگام قبض روح انسان‌ها در کدام حالت تو ترسیدی؟ در کدام حالت خندیدی؟ در کدام حالت زیغ شدی؟ حضرت عزرائیل در پاسخ میگوید: یا خدای من، تو از عزرائیل خوبتر میدانی. هرچی که فرمان است سخن میگویم. حضرت عزرائیل میگوید که خداوندا، وقتی که از شما فرمان شد که همان آدم را جانش را بگیر، من وی را در نزد پایافزالدوز پیدا کردم. کسینی پایافزالدوز میگفت: های مرد، آنچنان پایافزالم را تعمیر کن که تا 2 سال دیگر برد. همان زمان من لبخند زده گفتم که بینید 10 دقیقه عمر دیگرش مانده است و 2 سال پیشش را فکر دارد. باز از شما فرمان شد که همان آدم را جانش را بگیر. من وی را در نزد بیابان پیدا کردم. مادر در حالت به دنیا آوردن پسرچه بود. همون حال خود به خود زیغ شده و گفتم: یا خدایا، در این بیابان، در این دشت کی پرستار این کودک می شده باشد؟ احوال این کودک چی می شده باشد؟ سوم، از شما فرمان شد که همان نفر را جانش را بگیر. من به نزد خانه اش رفتم. آنچنان از خانه اش نور میبارید که به دل من وهم پیدا شد. ترسیدم که به خانه اش وارد شوم. خداوند به حضرت عزرائیل گفت که همان کودکی که در بیابان تو مادرش را قبض روح کردی، پرستار اون من شدم. وی را من به وی رساندم. همان خانه که تو ترسیدی که واردش شوی، همان خانه همان پسر است. او را من به وی رسانده به این مرتبه آوردم. برای همین دعا میکنیم که خداوند هر یکی ما را ایمانی مستحکم و دل پاک دهد. باقی در امان الله.